در جریان مناقشه گروهی بین مهاجران در شهر ایزمایل و در کنار شهر مسکو دو نفر جراحت برداشتند. در خدمات مطبوعات پلیس ولایت مسکو روز 24 آگوست سال 2022 به خبرگزاری روسی تاس گفتند که این مناقشه روز 22 آگوست رخ داده. در آن بیش از 10 تن از زادگان تاجیکستان اشتراک کردند. تا این ساعت معین کرده شده است که بین گروه شهروندان مناقشه زبانی سر شده است و سپس آنها به کوچه برآمده زن و زنی کردند. در نتیجه این حادثه دو مرد سالهای تولدشان 1993 و 1989 جراحت جسمانی برداشته به بیمارستان انتقال داده شدند. خبر داده است همصحبت تاس در پلیس ولایت مسکو گفتند که به شعبه پلیس یک جوان 19 ساله زاده آسیای میانه را که قبلا هم سود شده بود آوردند. نسبت به وی بر اساس ماده 18 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه با اتهام ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه پروتکل مأموری ترتیب دادند. در حال حاضر برای معاین و بازداشت کردن اشتراکچیان دیگر مناقشه مجموعه چاره‌بینی‌ها برو انداخته شدند. افزودند در پلیس ولایت مسکو موردهای افزاینده زناشویی‌ها بین مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زناشویی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زناشویی‌ها بهرهمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کند.